وایسا من خیلیش سرش ساجد روی دست یو بچه چطورید؟ خیلی خوش اومد بد سیمه چرا گره خورده؟ دوباره سیم خراب شد. خب بچه امروز قراره بعد از شاید وایسا بچه من حدودا نمیدونم کی بود بهتون گفته بودم که قراره که گیما خیلی خفن‌تر گیما دیگه خیلی خفن‌تر رو واسهتون بذارم و دیگه خیلی ماینکرافت حالا بذارم ولی مثلا بیشتر گیما دیگه هم بذارم ولی خب شده یعنی الان مثلا پلی استیشن و اینا آماده است اما میذارم چند دیگه که بک‌گراند هم اوکی تر شه. حالا لامپ انداختم لامپ آرژبی چی هم نور نداره اما بک‌گراند همه چی شد ساختم فقط دیگه باید بیاد و بزنم و تمام و اینکه آره دیگه همین. بچه‌ها اگه پارت قبلی دیده باشید حالا لینکش این بالا میاد یا حالا اند اسکرین این ویدیو برو ببینش. تو پارت قبلی من اومدم برم آهن پیدا کنم قوی کنم خودم و بدتر ضعیف شدم و همه دارو ندارم رفت. حالا با این دارو نداری که هیچی ندارم قراره که بریم عجیب ترین سازه. حالا شاید اون بیل سایفره رو حالا تبدیل کنم به عجیب ترین سازه یا یه چیز عجیب و چرت و پرت یه ذره جلوتر بریم میفهمیم چیه ولی خیلی قراره این ویدیو خفن شه پس حتما تا آخرش بریم. من تایم ندارم رکورد کنم بعد تمام اینجوری اونجوری پس خدا بریم واسه ماینکرافت. الان که حالا نمیدونم چه بذاریم اول ما چیاد چی نداریم. یکی این که این یه استیک که 2 تا کلا داریم چوب کم داریم آجرم کم داریم سنگم میدم یه سری چیزا حالا داریم. الان مثلا چون که قراره یه سری سازه اینجوری شد اون سازه‌ای که میخوایم بسازیم قراره در هم بر هم باشه از هر بلاکی که گیرم بیاد و از هر بلاکی که بتونم باید استفاده کنم. چرا نمیدونم باش نست بدبخت. حالا چه لپتاپم صدا داره آقا از این چوبا البته ما احتیاج داریم. حالا میام الان همه رو میگم فقط الان باید یه سری غذا پیدا کنم. حالا ادیتور اینجا رو یه ذره تندتر کن چون که حوصله ندارم استوب کنم. بریم حالا هر جا قشنگ‌تر بود واسهتون میگیرم چون نمیخوام مثل ماینکرافت قبلی خیلی تایم زیاد بشه چون زیاد جالب نیست دیگه هر پارتو بخوام با شب هم داره میشه داریم بدبخت میشیم. اصل منی ایشالله قربونت برم ماشالله چشات جیایی داره مالتون. خب آقا ببینم چی دارم. نه هیچی ندارم. یه بیل من خود دیگه استیکم ندارم. نه وایسا یه ذره استیک نیاز دارم. داداش اینو زدی؟ 4 تا استیک برمیدارم فعلا. حالا الان بچه بذارید برم ببینم در چه حالتیه و میخوایم چه غلطی بکنیم. من میخوام این سازه رو کنار خونم بسازم و میخوام این بیل سایفره رو همین بیل سایفره رو یه کاریش میکنم. حالا واسه قدم الان هیچی ندارم بخوام کار کنم اوکی. پس یکی باید برم اونجاها یه سری بلاک بیارم به خاطر قشنگ‌تر شدن کار. من میرم اون بلاک‌ها رو میارم یه سری بلاک‌ها اومده میکنم بعد دوباره ویدیو رو خب بچه من الان رفتم ناکنید یه سری چیزا جمع کردم حالا تا همین حد بسته. چرا؟ چون که همینا رو ناکنید به چه چیزا خفنی میتونم تبدیل کنم و به همینا میخوام تبدیل کنم و با اینا همینا خوبه با اینا یه چیز خفن میخوام درست کنم. حالا صبر کنید من از اون بخورم. تمام. حالا
فقط اینجا من یه کرافتین یه دونه اینا بردارم. حالا برم اینجا اینا رو باید بذاریم بپزه و بذارید اول از این شروع کنم. وضب کنم داینامایتشو. ببینید از این میخوام، از اینم میخوام، از اینم میخوام. حالا این 2 تا دونه شاید مثلا، ولی خب اینا رو من ماین میکنم با بدبختی. بعد آیتما که اومد دوباره ویدیو میگیرم. خب برای بکس ببینید الان من همه چی رو ماین کردم. اوکی، حالا میبینید چی الان یوی تو ذهنم اومد. داشتم ماین میگن چی میگن نمیدونم درست. من بچه ها کنین، من از اینا این 2 تا ساختم چون مثلا میخوام کفششو مثلا طلا باشه. کفش که نه، سازه عجیب غریبیه. 4 تا از این زدم، بعد 5 تا از این زدم، 6 تا از این، با 7 تا از این، چون هسته 4 تا از این. حالا میدونید قضیه چیه؟ اول میخوام چشای بیل سایفر رو به چخ بدم. حالا چون قراره بیل سایفر خفن تر در بیاد. اوکی، راستی ما درت هم نداریم. ما الان میخوام برم بالا. مردک جمون نما برو. خب زیر پای بیل سایفر رو خالی کردیم. اوکی، بذار درت هم بذارم اینجا. درت 9 تا داریم میذارم جای این. خب زیر اول رو صورتش بعد شنا کنید. قراره این بیل سایفر رو ارتقاش کنیم، ولی خب عجیب ترین سازم میشه. میخوام چشماشو از این قرمزه بذارم. خوب میشه. یا قرمزی یا نارنجی، نمیدونم. منظرم قرمزه واس خفن تره. آره قرمزه رو میذاریم ببینیم چجوری میشه. چشمش تو این راستا باشه خوبه. چه چیزی گنگی شد. وای چه چیزی داره میشه. عالیه. خب حالا میخوام کفششو این طلاییه بذارم. حالا بچه میخوام یه لایه روش بیارم. حالا از این عجیب بلاکای عجیب غریب، ولی اولا که کفششو از این میخوام بذارم. این از کفشش 2 تا هم کلا زدم واسه همین 2 تا کفششم بس. حالا یه ذره این لایه ها رو با این اول پر کنم روی. مثلا این با این مثلا ناکوش 3 تا الان داریم. نظرم اون 3 تا هم بکارم اینجا تا بالاترش هم حالا برنامه‌ای داشته باشیم. نه اصلا جالب نشد. اصلا این کارو نمی کنم و یه ذرم کم ماین کردم خوده، ولی خب دیگه سختیه دیگه. حالا بذارید اول دستاشو من میگم یه دستا ترسناک مثل چشماش. دستش هم میخوام بذاره و میخوام نوک دستشو این بلاک قرمزا بذارم. خیلی خفن میشه واقعا. داره خیلی خفن میشه. دستشو بشم خفن هم. دستشو مثلا از این. آره خوب فکری کردم. نه وایسا، این واسه دستش بهتره چون از این. حالا از این میذاریم اینیم چجوریه. نه شب هم داره میشه. یه شب نشینی خرچنگ های مردابی. خب این گنگ میشه دستش، ولی به دستش یه ذره درازتر شد. بیل سایفر داداشم بیل سایفر دست دراز. خب یه دست دیگه حالا واسه امروز کافیه. نه البته دیگه باید برم بکپم الان نیان پارم کنم. دور چه نمای گنگی داره. یه ذره باز لوس شد اینا رو زدم. ببینم مثلا وایسا آقا بذارید اینو بکنم یه دقیقه. از نزدیک قشنگ باید دور لوس شد. بذارید یه دقیقه دستاشو قطع کنم. خب از این بذارم دستش. به نظرم
از این بذارید تست کنم. بذار از این تست کنم. از این نه، این از دمای دور. آره این از دمای دور باز این از همشون بهتره. این اما اولم میخواستم همینو بذارم، حالا ذهنم گفت نذارینو. نه واقعا از دور این بهتره. این واقعا از دور بهتره. حالا دوباره اینو قرمز میذارم، دارکش میکنم. دارک البته زیاد نشد. چه دستای درازی داری داداش. خب حالا یه ذره مسخره شده فعلا بیل سایفرمون. نه زیر چشمش اصلا چیزی نمیکارم. بلاکشو حالا تغییر میدم. الان اینا رو پر کنم. زیباست. نه اصلا نمیدونم چرا خوب نمیشه هر کار میکنم. وایسید ببینم. چون نمیخوام بلاک های زرد زیاد دیده بالاش. وایسا بالاشو بذار بکارم. اینا تایم ویدیو هم داره واقعا زیاد میشه. حالا چه 2 پارتش کنیم بهتره. آره خب حالا اینا رو اینجا، یکی دیگه هم اینجا، یکی هم این. فکر کنم گنگ بهتره. واقعا بهتره. واقعا گنگه. واقعا خوب شد. نظرم تا همینجا کافیه. خب فقط وایسا اینجا رو بچه یه بلاک بذارم مثلا. خوب میشه. آره تا اینجا فعلا بچه کافیه. تا واسه پارت بعد یه شاید هم حالا همینجا اوکی بود. اینم از این. خب بچه مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. تا 4000 تایم ویدیو باز طولانی شد، ولی اگه خوشتون اومد لایکتون نره. اگه خواستید پارت بعدی بزنم حتما این ویدیو رو لایک کنید و همین. نمیخوام زیاد طولانی درج کنم چون که خسته شدم. تا ویدیو بعد فعلا گود بای.